پاشینیان سروزیر ارمنستان و رئیس دوره‌ای شورای سازمان پیمان امنیت دست جمعی اودکبه در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که سازمان درخواست پرزیدنت قزاقستان در مورد به این کشور فرستادن نیروهای حامی صلح را پذیرفت. پاشینیان گفت که این نیروها با نظرداشت تهدید به امنیت ملی و استقلال جمهوری قزاقستان از جمله با دخالت از بیرون به مدت محدود با مقصد تأمین امنیت در این کشور وارد کرده می شوند. شام 5 ینور پرزیدنت رسمی قزاقستان قاسم جمال توقایف در پی به دست خود گرفتن رهبری شورای امنیت که تا کنون در دست پرزیدنت قبلی نورسلطان نظربایف بود در سراسر کشور وضع فوق‌العاده جاری کرد و حوادث آخر را کار دست تروریستان نامیده از اودکبه کمک حربی خواست. او گفت با نظرداشت اینکه این دسته های تروریستی عملا دسته های بین المللی بوده در خارج به طور جدی تیاری دیدند حمله آنها به قزاقستان را میتوان و باید همچون عمل تجاوز بررسی کرد. از این رو من امروز به سران دولت‌های عضو اودکبه مراجعت کردم که به قزاقستان برای رفع این تهدید تروریستی کمک رسانند. بنا به خبرها روسیه الکی برای ارسال نیروهایش به قزاقستان اظهار آمادگی کرده است. تاجیکستان نیز عضو اودکبه است ولی هنوز معلوم نیست که آیا دوشنبه هم به قزاقستان نیروهای حربی میفرستد یا نه. اعتراضات در قزاقستان روز 2 ینور در شهر ژناوزن ولایت منگیستاو در غرب این کشور در پی 2 مرتبه تا به 120 تنگه بالا بردن نرخ گاز مایع که اکثر ساکنان به جای بنزین در ماشین‌هایشان از همین گاز استفاده میبرند آغاز یافت. به زودی اعتراضها اکثر شهرهای بزرگ قزاقستان را فرا گرفت. مقامات با شتاب نرخ گاز را تا 50 تنگه پایین آوردند و صبح 5 ینور تمام حکومت قزاقستان به استعفا فرستاده شد ولی اعتراضها تا حال دوام دارند. اعتراضگران در میدانها شعار میزنند که شالکت موی سفید برو. منظور آنها پرزیدنت نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف است. روز 5 ینور اعتراضگران در الماتا بناهای شهرداری قرارگاه پرزیدنت و یک فرودگاه را با 5 هواپیما اشغال کرده در شهر تلدی قرغان مرکز مأموری ولایت الماتا هیکل نظربایف را با ارغمچین کندند. بسیار شارحان رویدادهای اخیر قزاقستان را پایان شرمسار باز یک دیکتاتور شرمنده نامیده میگویند متاسفانه دیکتاتورهای دیگر از سرنوشت همتایان خود از جمله از سرنوشت نظربایف سبقی به خود نمیگیرند. لازم به یادآوری است که از روز آغاز اعتراضها نظربایف از خود یگان بار درک نداده است که کجاست و فکرش درباره این همه حوادث که میگذرد چیست.